خب گناه اون چی که با عنوان اسامی مختلف اینا هم باز با هم تفاوت داره، حالا بیشتر صحبت خواهیم که شب آینده، مثل اثم، ذنب، اینا میشناسی و ما دوست نداریم کار رو انجام بدیم. در حقیقت یک نافرمانی آشکار در مقابل خداست. شیطان هم کارش ارائه گناه، دست هیچ کدومونم به زور نگرفته بره. اون دنیا ما خیرشو میگیریم، ما نکه انشالله جهنمیا خیرشو میگیرم. میگه خدا کار همین پدر سوخته بود، این نگرش نزده رد بشه، خدا نگرش بود. میگه خب بگو، میگه من دست کدومتون به زور گرفتم؟ نه یکیتون باشه بگه آقا خیر منو، یا بریم زنا کنیم، یا بریم دروغ اگه نگیم من با این کل تو شلیک میکنم تو مخت. میگه پیغمبر شما به تو گفت بیا تو این راه، منم گفتم بیا تو این راه. حرفم نکن، موقع به رفت پیغمبر گوش کن. تازه من خود من از این براءت میجوام، خیلی احمقه. آقای آتیش میگیره آدم. اینی اخاف من الله رب العالمین، من تازه خودم از خدا میترسم. این حرفش مکالمه این قرآن آورده. میگه من خودم از خدا میچزم، بعد تازه به اینم من فاصله بده خدا اینو بکشته شد. بعد جونورم طبقه 4 میسوزوننش تو جهنم. یعنی 3 طبقه هست که بدتر از اینن. ما آدم و عقل اونش جنا بیشتره از شیاطین. شیاطین جنی عقل انسان بیشتره. خب اونا تجربه دارن چون عمر زیاد دارن. مثلا شیطان تا یکی مثل شما رو میبینه میگه عجب یه علیه السلام 1200 سال پیش بابایی بود این همین بود کله پاش کردم. یادمه برای اون این کارو کردم، برای همین جواب بوده. اخلاقش این همونه. ما قراره رو این راهکارا هم کار کنیم. یه چیز عجیب غریبی که حالا تو این کتاب شریف ما واضح آمده اما تو ترجمه ها در نمیاد، ایراد زبان غیر عربه. الان شیطان تو قرآن 20 مدل به ما حمله میکنه. بعد همه رو نوشتیم فریفت و کشت خودتون. این جلسه اول من مدلایی که این جونور به ما حمله میکنه، این جونور تو صحبت بنده تو این 4 شبی که خدمت شما هستم یعنی شیطان عمدتاً. اولین نوع حمله این جونور وحیه. همون جوری که ما وحی الهی داریم دقیقاً وحی شیطانی هم داریم. للقلب اذنین، قلب انسان 2 تا رادار داره، 2 تا رادیو داره، 2 تا گیرنده داره. اذن للرحمن و اذن للشیطان. صوت شیطان دائم هست. مشکل از توئه که رادیو تنظیم می‌کنی رو. چرا من به گناه میافتم و دائم رادیو داره ابلیس میگیره؟ رادیو ابلیس گرفتی بعد میگه چرا به گناه میافتم؟ یا رادیو الله بگیر. داستان سر همینه. یعنی شروع ماجرا از اینه که رادیومونو تنظیم کردیم رو ابلیس. موج رادیو خدا میگه و معصوم میفرماد اذن للرحمن و اذن للشیطان. تو بس کردی این اذن گوش گیرنده، بشقاب چرخونده دیشو رو شیطان. یعنی وحی یعنی ارتباط سریع و پنهانی. یک ارتباطی یک لحظه به دلت میفته. نگاه کن یه فکری تو ذهنت میفته. ببین خودشناس باش. میگی این حرف مال من، بگید نیست. آقا رفتم خونه رفیقم به ناموسش شب نگاه کنم، با من معرفت دارم مرام دارم، این مال، اما فکرش اومد تو ذهنتون ها اومده، اما قبول داری که این حرف مال تو نیست. تشخیص بده مال شیطان. سریع فاستعذ بالله، سریع ذکر بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلوات بفرست. سریع پناهندگی فقط به دامان الهی، به درگاه مقدس حق تعالی. بریم بسم الله. خدای من اومدم، من میترسم خدای عظیم، من بدون تو جلوی این جونور نمیتونم در بیفتم. فقط تویی، فقط جز تو کیو دارم من؟ ما ایرانی‌ها، ما شیعیان، ما محبین اهل بیت میونم با اهل بیت خوبه. اصلا ما سراغ اهل بیت رفتیم تو زیارت جامع چی میگیم؟ خدای ما از اینا بهتر گیر نیاوردیم و رسیدن به تو. اهل بیت باید ما رو برسونن به خدا. اهل بیت آدرس نیستن، کشتی نجاتن. هم آدرس میدن هم میبرن با خودشون. همین چی شد؟ اینجاست که بگه برو، میبرد. اهل بیت میگن بیا بریم، نمیگه برو، میگه بیا. خودش میگیره میبرده. کشتی نجات تو اون طوفان‌های گناه و ذنوب و معصیت‌ها ما بتونیم بریم اونجا.